آقا محمد خان در سن 47 سالگی به سلطنت رسید. او کینه بقال روغن فروشی را در تهران به دل داشت. زمانی که او در نزدیکی ارگ کریم خانی تحت نظر عوامل کریم خان زندگی می‌کرد، هر روز از بقالی مقداری روغن ابتیا می‌کرد. آن مرد روغن‌های فاسد و خراب را با آقا محمد خان می‌فروخت. آقا محمد خان می توانست به آشپزخانه ارگ کریم خانی برود و از آنجا غذای رایگان بخورد، ولی چون او یک خانزاده بود در شأن خود نمیدید. روزی آقا محمد خان لب به اعتراض گشود و به بقال گفت چرا به من روغن بد می‌دهی؟ بقال با نگاهی بد گفت برو از جای دیگر تهیه کن، همینی که هست. و چون در آن موقع دست تنگ بود نمی‌توانست مسافت زیادی را برای خرید پشیزی روغن بپیماید. آقا محمد خان روزی دستور داد تا روغن فروش را به حضورش بیاورند. وقتی روغن فروش را آوردند او متوجه اوضاع شد. او آقا محمد خان را شناخت و گفت شهریارا شما شاه ایران هستید، این حقیر را عفو کنید و اظهار ندامت و پشیمانی کرد. اما آقا محمد خان با کینه‌ای که در دل داشت دستور داد تا دیگی بزرگ از روغن‌های بقال را آوردند و او را در آن انداختند تا در روغن داغ جان دهد. با ما باش تا بیشتر بدانی.